سلام دوستان، چه خبر؟ خوبین؟ خوش اومدید به اولین ویدیویی که من شادو وایت. خوش اومدید. اومدیم با یه آموزش خفن. کجا پیدا میکنیم اسمشو؟ آموزش اسپون ترپ. اصلا هم همه نداشتن ها. اولین نفر ما رو گذاشتیم. البته دیگه هر نوبستگی بلده. اما تو بلدی؟ خب برو ببینیم. خب بعد شروع میشه. حالا رفیقمو خف کردم گفتم نوبستگ بیا اینجا ببینم. بریم یه ویدیو ضبط کنیم ببینیم دنیا هست کیه. خب بازی شروع شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستا بالا پایین نه یعنی خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله خب اسپون طرف. خب این رفیق افغانیمون اینجا میزنیم، این بالا رو نگاه میکنیم، این بالا رو نگاه میکنیم. خب دیدی انا اسپان شد. یه یه توضیح ساده بدم. ما الان مثلا اینجاییم به صورت ضربدری اون ور مپ نشون میده. مثلا معلماتون میگفتن ضربدری مثلا ضرب کنین و اینا. الان مثلا ما اینجاییم اون روبرو اسپان میشه. یا مثلا ما الان میایم اینجا وای میستیم اینجا الان مثلا برای مثال میایم بالا. اصلا هم این کمپری نیستا. میس چیه؟ حساب بخور. خب مثلا اینجا وای میستیم یارو روبرومون اسپان میشه. خیلی ساده. این از این بالا میتونیم نگاه کنیم. الان اسپان شد. اینو لاشخورا میریم بالا وای میستیم. آره اینو لاشخورا کاری نداره. گفته یارو بر راه بره دیگه. متاسفانه یارو ما بهش گفتم تکون نخور، گو خوری تکون بخوری. خب تا اینجا یه چیز بیسیک از اسپان طرف رو یاد گرفتیم. الان مثلا ما اینجا میتونیم وایسیم. دارم اینجا رو گاز دستم خورد. آره این داداشم اینجاست. میبینی اینطوری میزنیم به همین سادگی. کاری نداری. آره تو کاری نداری که ما همه پولو پلیریم. این چیز خاصی نیست تا به توجه نکنی ها. خب الان مثلا دوباره یه مثال دیگه اینجا وای میستیم. داداشم اینجاست. بیلاخ طلایی. آره بیا بخلص. خب بعد حالا همه یه چیز بیسیکه اینا دیگه همه بلدن. خب ولی خب بیا اسپان طرف دوتایی بهت یاد بدم دوست من. اینجا کلیک می‌کنی اینجا وای میستی اینجا اسپان میشه. چیز خاصی نیست. دوباره اینجا اسپان میشه تو دوباره میای اینجا اسپان میشه. هی تو میزنی به همین سادگی. کاری نداره دوست من. آره به همین سادگی. بریم فشاری کنیم. نه گناه داره. رفیقمه بهم اعتماد کرده. آره کاردایی چون گناه داری ها. اصلا گناه نداره. اینو نگاه نکنی. خب حالا اینا رو از دید انمی هم براتون میذارم فکر نکنید من آدم خیلی خوبی هم. بعد حالا بیایم یه کاری بکنیم. خب الان تو میگی دوست عزیز من خود این فقط راه زدنش رو به ما یاد دادی. اگه یه نفر ما رو اسپان طرف کنه چی؟ الان برای مثال حالا چون رفیقمو خف کردم گفتم اینجا وایس فقط نمیتونم دیدمون بذارم. حالا ان شاء الله دفعه بعد مثلا یارو میاد اینجا شما رو بزنه شو می آی کیو 200 پلی میدی شما اینجا اسپان میشید درسته. توی ریدم فکر توی یه موومنت میزنی اینجا خطشو میگیری تو دراز هم بکشی. تو مثلا بعضیا خیلی باهوشن بکردن میتونن بیان از اینجا بزنن. خب از تو اگه فهمیدی میای به سمت این ور اسلاید میزنی. اون دروازه‌اش رو داره تیر میزنه. خب آره دیگه دایی بیا بریم یه دو تا دیگه هم اسپان طرف بزنیم و دیگه اینجا نبود. آره همینجاست. چه خبر دوست خوب من. خب دیگه بیایم با یه چند تا اسپان طرف فکر کنم شد اینجا اسپان نشد با ما رکب زد. ولی بچه ها حتما حواستون به این موضوع چی؟ در خوردی در رکب اینو بخور. بعد آره چند تا جای اسپان طرف قوی بهتون یاد دادم بچه‌ها. باز بخیر شب مپ شیپمنت. هلا زاده برو بالا دیگه. من فشاری نکن پسر خوب. الان از اینجا میتونی اینجا رو بزنی. خیلی دلغک بارون است بچه‌ها. بعد از یه طرف دیگه واسه بریم این دوست خوبمونه کیل کنیم یه لحظه. این ور اسپان شد دوست خوب من. بیایم بالا دوست من. بیایم بالا. این دلغک زاده اینجاست. آره به همین سادگی. دیگه تمام شد دیگه. منتظر چی تا اینجا دیدی با میخوای چرت هم بکشم پایینش بس دیگه. چی میخوای ببینی؟ خب داش خب دوستان من اگه تا اینجا ویدیو دیدید دوست خوب منی پس لایکو بزن دوش. من دارم زحمت بکشم تو نمیفهمی بلای سر من اومده.
پس لایک رو بزن لطفا دوست من. بعد تا ویدیوی بعد بدرود دوست من، موفق، معین و پیروز و سلامت باشی.